Assalomu do'stlar aziz. Men rasmlarni Photoshop. Ingliz dilimizden instrumenti Ciro instrument Ramugoni Rimero Vida e Baroya. Baroya boz параметры черные шоим файл создать. Я чувствую контролинг. این настройки ما همین فامبرچانی و همین حالت رو گرفته است. настройки ما باید مجموعی فرمت کنیم. شیرینه 21 سانتی متر گیریم، 21 سانتی متر، پیکسل 300 سانتی متر گیریم. یعنی فرمتی اشیا رو با همین رزولوشن ها ما باید گیریم. که با همین رزولوشن کار کنید اپتیمالی وریانت سو میشه. اوکی. کاغذی کاری پیدا شد. با این کاغذی کاری ما چیکار میکنیم؟ برای چه که ما فرمت H4 رو میگیم. برای اون که بسیاری فوتوشاپ بسیاری کارها با همین فرمت H4 نشد. خیلی دیگر فرمت رو نیست در حال دیگه کار کنید کام نشه. حتما ما آموزش رو در همین فرمت H4 میگیم. اما که میبینید اینسترومنتی فرمی کنید به چه حالت ها لازم است. برای ساختن فیگوره های گوناگون لازم است. فرض کنیم 4 کنجه یا 5 کنجه یا کوادرات. گرفتیم اینسترومنت رو در اینجا دیلیت میکنیم. دیلیت حاصل شد. و در میاش رو اینسترومنت زلیت چی میکنیم؟ سو میکنیم. پایین سو رو بار میکنیم. نزدیک وقت میشه فوکالیم. سوش. بعد ببینیم. باز گرفتیم. از کدام 4 کنجه حاصل کردیم. بگذار این رنگات چی شود؟ بگذار شود. از کدیم زاد شود. برای قابل باز اینسترومنت رو میگیریم. باز باز گرفتیم. باز کنجه حاصل کردیم. رنگی رو چکار کنیم؟ بگذار میکنیم رنگی. شما باید اینو حالتر تکرار کنید. پس بیمه البته چی یاد میگیره. پس کنیم بول گرفتیم. باز حاصل کردیم. باز زلیفتا رو گفتم. زلیفتا گریدین رو نمیگه. پایینگی زلیفتا رو میگه. گریدین و دیگه برای دیگر چکار کنید. این شما میخواید توصیف گریدین چی است؟ گریدین تو پنج چی اگه میشن. پس کنیم گفتیم با کوادرات. خب بینید گریدین چی که غلط است. گریدین میخوای غلط ها رو چی؟ با ما پیدا میکنم. بینید گریدین گریدین این چه حالت باشه. گریدین میتونه از یک حالت رنگ به دیگر حالت آهسته نوگون میگیره. این چه اینسترومنت گریدین است. شما میتونه گریدین کنید میتونه زلیف کنید. اما بینید در پایانی اینسترومنت اول اجلاس برای فیگوره های الیپس مانند یا کلوله شکل استفاده بوده میشه. میبینید مثلا این هم چیه که رنگ شد. رنگ رو انتخاب کردیم. زلیف رو میگیریم. این رنگ رو انتخاب کردیم. با همین رنگ استفاده زلیفی چون کنم بیرم. با این رنگش رو بگردیم. میکنم با اینسترومنتی چی؟ با اینسترومنتی میقبل بدیم. اینسترومنت پرمیشن ما این رو تا دیگر جا گرفتن میتونیم. با این تنه جا میدیم. با این کپی میکنیم. با بستی آلت چرا کپی میکنیم. وقتی که این ویدیولین اشتغال است کار کرده میشه. اگر ویدیولین گم شد شما هیچ کار کرده نمیتونید. ویدیولین گم شد شما البته همش رفت سوال شدیم. شما یکم چیزی رو دیگر izlenim کرده نمیتونید. چون که بعد از ویدیولین همش رفت سوال میشه. یعنی یک بار رفت رو تبدیل میکنه. این بود در باره اینسترومنتی پروگرامینگ نوین و آوان اجلاس. با این درس ما تمام. در درس آینده با ما باشید. خدا حافظ.